نام ایران. درود هموطن. قبل از هر چیزی صحبت بکنم دوست دارم یه دقیقه، حالا قبل از منم یه سری از عزیزان گفتن به یاد اجازه بدید یه 2-3 دقیقه بتونم صحبت بکنم، ممنون میشم. مرسی، از شما خیلی به ما رسیده. من یه چیزی که قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم خیلی دوست داشتم، حالا قبل از ما هم دوستان این یه دقیقه سکوتو گفتم، ولی جا داره که منم این درخواست و این خواهش از شما دوستان هموطنانمون انجام بدیم. یه دقیقه سکوت به خاطر جانفشانی مردم ایران که توی خط مقدم هستن و از خون و مال و همه چیزشون گذاشتن برای آزادی ایران. یک دقیقه سکوت و خواهشی که دارم، حالا اون کسایی که پرچم دستشونه، اون کسایی که دستشون آزاده با علامت پیروزی، یه دقیقه پاینده ایران و ایرانی جاوید شاه. مرسی، من قرارم رو صحبت بکنم. این افتخار نصیب من شده بود که امروز تو جمع شما دوستان هموطنان ایرانی اینجا باشم و این باعث افتخار منه که این چند دقیقه به من فرصت دادن که در خدمت شما دوستان باشم، هموطنان عزیز باشم. یه چیزی که الان هستش همتون بهتر از من میدونید، خودتون خیلی پیگیرتر از من هستید، بهتر از من همه اخبار و اینجور اتفاقاتی که داره توی ایران، توی کشورمون و برای هموطنانمون میفته رو در جریان هستید. یادمون نره که باید ما توی این شرایطی که الان هستیم که از هر گونه ارتباط با داخل ایران دسترسیمون خارج شده و نمیتونیم اخبار رو به لحظه و به دقیقه و به ساعت در جریان باشیم، متاسفانه صدای هموطنانمون باشیم. همه ما اون کسایی که داخل ایران داریم میدونیم که همه از ما انتظار دارن که صداشون باشیم، صداشون رو به مجامع بین المللی کشورهای مختلف برسونیم و واقعا دست مریزاد داره هم به شما هم به تمام ایرانیایی که در سرتاسر جهان توی این یه هفته 10 روز گذشته پای کار بودن، صدای مردم داخل ایران بودن. دمتون گرم، دست مریزاد و امیدوارم که یه روزی بشه چنین مراسمی رو داخل ایران بگیریم بعد از آزادی ایران.
کلمه‌ای که به کار میبرید تمام تنم عرق سرد میشینه رو تنم، ببخشید. با شرف کسایی هستم که چه داخل ایران که اونا اصلا جای صحبت نداره، دست مریضا، دمشون گرم، شجاع‌ترین فرزندان ایران هستن، تو خط مقدم در راه آزادی ایران دارن فعالیت میکنن، از همه چیزشون گذشتن. همه این کسایی که اینجا هستن مطمئناً توی این هفته‌های آخر، یکی دو هفته آخری که پشت سر گذاشتیم، عزیزی رو از دست دادن. اگه هم از دست نداده باشن، هموطنمون رو از دست دادیم. باید یادمون باشه که هر یه دونه هموطن ایرانی رو که از دست میدیم هممون داغدار هستیم. باید خونخواهش باشیم و نذاریم یه کسایی که دارن به هر بهونه‌ای دارن خونشویی میکنن، سفیدشویی میکنن برای اون رژیم. خیلی مهمه دوستان، هموطن، نذاریم. هممون دنبال یه هدف هستیم، یه دونه هدف هستیم، اونم آزادی ایرانه و شر این رژیم جنایتکار آخوندی رو از اون مملکت پاک بکنیم. یادمون نره دوستان، یادمون نره. نذاریم خون این عزیزان پایمال بشه. یه دین بزرگی گردن ماست. همه این آدمایی که اینجا هستن تو بهترین شرایط، بهترین قوانین، آزادی کامل دارن زندگی میکنن، ولی وقتی اینجا هستید به خاطر هموطن، به خاطر ایران، خیلی برای من عزیزه. و مثل 2-3 سال گذشته از زمان جنبش انقلابی 1401 که دیدم، اون موقع من شرایطش نداشتم، افتخارش نداشتم در خدمت شما باشم، در کنار شما باشم، ولی دورادور همیشه شما رو و تمام هموطنانمون تو سرتاسر جهان که توی بدترین شرایط، تو گرما و سرما، به خاطر هموطن داخل ایران توی تظاهرات جلوی سفارت جمهوری اسلامی و بقیه سفارت‌ها برای اینکه صدای هموطن داخل ایرانشون باشن وقت گذاشتن، از همه چیزشون گذاشتن. دمتون گرم، دم همه ایرانی‌ها گرم. من قرار نبود صحبت بکنم دوستان، ولی همین چیزی رو آماده نکرده بودم، همین جوری هم فعل بدایه دارم صحبت میکنم، ببخشید. ولی یه چیزی که هستش، شاید کسایی اینجا هستن با من نوعی یا خیلیای دیگه که اکثریت هستن، طرز فکر سیاسی یا اون عقیده سیاسیشون فرق بکنه، ولی مهم الان اینه، هدف اینه که تمام پتانسیلمون رو بذاریم برای آزادی ایران، به رهبری شاهزاده رضا پهلوی که مطمئناً، نمیگم همه ولی اکثریت، نسبت به این خاندان، نسبت به شخص ایشون یه ارادت خاصی دارن و این جایگاه رو برای ایشون قائل هستن که برای دوران از این گذار از این رژیم جنایتکار آخوندی این حمایتش بکنیم. و همونجوری دوستان، همونجوری که خود شاهزاده رضا پهلوی تو تمام مصاحبه‌هاشون گفتن بعد از رژیم آخوندی تنها صندوق رأی و انتخابات آزاد آینده ایران رو مشخص میکنه. بس هر کسی که با هر طرز فکر سیاسی، عقیده سیاسی هستش، حالا یه سریا که تکلیفشون مشخصه، اونا باید به زباله‌دان تاریخ همونجوری که تا الان هم رفتن.
حیفه اینایی که شما دارید نام میبرید دیگه به نظر من بین ایرانیای وطن پرست و ملیگرا هیچ جایگاهی ندارن. ولی این توانو دارن، میتونن چوب لا چرخ این انقلاب مردم ایران که تمام فکر و ذهنشون آزادی ایرانه و مطمئناً خیلی از شما دوستانی که اینجا هستید، هموطنانی که اینجا هستید، مطمئناً بعد از آزادی ایران، حالا نه همتون ولی یه سریاتون برمیگرده تو کشور خودتون زندگی میکنید. ولی در مجموع تا اون روز آزادی ایران باید بجنگیم، کنار هموطنانمون باشیم، مخصوصاً هموطنان داخل ایران صداشون باشیم. هر کسی که هر کاری میتونه بکنه دوستان باید انجام بده، نباید به خونه عزیزان. خیلی الان خانواده ها دادخواه هستن، عزادار هستن، برای همین یه کاری بکنیم که اونا به خون بچه هاشون، به زندانی شدن و اسیر شدن عزیزانشون افتخار بکنن که در راه درستی قدم برداشتن. به امید اون روز جاوید شاه پاینده ایران و ایرانی.